اپیزود دوم، هیجان، خرد و ساختار. چه چیزی تصمیم میگیرد؟ در برنامه پیشین این پرسش را پیش کشیدیم که چرا در لحظه فروپاشی جامعه دوباره به سوی تمرکز قدرت باز می‌گردد. گفتیم تا هنگامی که مردم به جای سنجش ساختار تنها چهره‌ها را ببینند، چرخه فرمان روایی تکرار می شود. اکنون باید یک گام جلوتر برویم. پرسش این است: چه چیزی تصمیم می گیرد؟ خرد یا هیجان؟ و مهمتر از آن، این دو درون چه ساختاری کار می کنند؟ زیرا هیجان به خودی خود نه نیک است و نه بد. خشم، ترس، امید، شور و شتاب همه نیروی اجتماعی هستند. اما این نیرو اگر ساختار نداشته باشد، یا به هرز می رود یا به سود همان سامانی به کار گرفته می شود که مردم می خواستند از آن رها شوند. پس مسئله تنها این نیست که مردم چه می خواهند. مسئله این است که خواست مردم در کدام دستگاه، با کدام زبان، با کدام روایت و با کدام ابزار هدایت می شود. اینجا سخن از کاربرد هیجان و خرد است. آیا با آیین ایرانبانی هماهنگی دارد و سود آن برای گردانی ایرانیان است یا برای بندگی؟ در ایران امروز و در 125 سال گذشته با یک سامان بندگی ساز روبرو بوده ایم. سامانی که در آن مردم باید پیرو باشند و قدرت باید در بالا بماند. چهره‌ها عوض می شوند، نام‌ها نو می شوند، جامه‌ها دگرگون می شوند، اما ساختار همان می ماند. ساختاری بر پایه خواست بیگانه و بدور از آیین ایرانی. یک روز نامش سلطنت است، یک روز نامش شریعت است و یک روز نامش قانون است. اما در همه این صورتها مردم باید فرمان پذیر باشند و دستگاه بالا باید فرمان بدهد. در چنین سامانی واژه‌ها نیز بیگناه نیستند. زبان سیاسی طوری ساخته می شود که بندگی طبیعی جلوه کند. دولت خود را هدایت کننده می نامد و مردم را دنبال رو. قدرت خود را پدر می خواند و مردم را نابالغ. اطاعت به نام نظم فروخته می شود و ترس به نام امنیت. در اینجا باید از خود بپرسیم: آیا ملت در این ساختار یک پیکر زنده و دارنده اراده است یا توده‌ای است برای سواری دادن؟
آیا مردم دارنده کشورند یا تنها هزینه پردازان دستگاهی هستند که بر فراز آنان ساخته شده است؟ ساختار قدرت تنها با سرنیزه نگه داشته نمی شود. این ساده انگاری است. ساختار پیش از آن که با زور نگه داشته شود، با آموزش، با رسانه، با روایت، با ترس، با عادت و با واژه سازی نگه داشته می شود. دانشگاه، رسانه، مدرسه، منبر، قانون و حتی ادبیات سیاسی که همه می توانند در خدمت ساختن همان ذهنیتی قرار بگیرند که مردم را از کنشگر به تماشاگر تبدیل کنند. در این ساختار مردم باید چنین بیاموزند که دولت از آنان داناتر است، که قانون از آنان برتر است، که ساختار را نمی شود برهم زد، که باید میان بد و بدتر یکی را برگزید و اینکه همواره یک منجی، یک رهبر، یک شاه، یک مرجع یا یک سخنگوی بزرگ لازم است تا برای مردم تصمیم بگیرد. اینجاست که هیجان وارد بازی می شود. هیجان سوخت سیاست است. اما سیاست پنهان تنها به هیجان نیاز ندارد. به هیجان جهت داده شده نیاز دارد. ترس بی جهت سودی ندارد. خشم بی هدف هم سودی ندارد. آنچه سودمند است هیجانی است که از پیش برایش ریل گذاری شده باشد. مردم به ستوه می آیند، خشمگین می شوند، قربانی می دهند، به خیابان می آیند و در لحظه اضطرار آماده دگرگونی می شوند. اما درست در همان لحظه اگر ساختار جایگزین از پایین وجود نداشته باشد، میدان به دست کسانی می افتد که برای بالا نشستن آماده تر بودند. پس باید روشن گفت هیجان اگر به خرد ساختاری نرسد دوباره نردبان استبداد می شود. چرا مردم بارها فریب نجات را می خورند؟ چون ساختار ناامنی را می کارد و سپس امنیت را می فروشد. فقر را گسترش می دهد و سپس نان را به ابزار فرمانبری بدل می کند. بی‌عدالتی را فراگیر می کند و سپس قانون را به چماق مشروعیت بدل می سازد. ترس را نهادینه می کند و سپس خود را تنها پناهگاه جا می زند. در چنین وضعی آنکه وعده ثبات بدهد نجات بخش جلوه می کند. حتی اگر خودش بخشی از همان چرخه باشد، این همان جایی است که مردم به جای سنجش ساختار به دام چهره می افتند. یکی را می برند، دیگری را می آورند و گمان می کنند دگرگونی روی داده است. اما سامان فرماندهی، سامان اطاعت، سامان تمرکز
و سامان سرکوب دست نخورده میماند. پس مشکل تنها در بد بودن این یا آن فرمانروا نیست. مشکل در آن قالبی است که همواره فرمانروا می‌سازد. هرگاه مردم پراکنده بمانند، ساختار آسوده است. فرد تنها را می شود ترساند، خرید، خاموش کرد، خسته کرد یا به زندان انداخت. اما کار گروهی، انجمنسازی، پیوند محلی و خودگردانی پاسخگو برای ساختار تمرکزگرا خطر واقعی است. چرا؟ چون در آنجا مردم از تماشاگر به دارنده نیرو تبدیل می‌شوند. از مصرف کننده روایت به آفریننده گزینش می‌رسند. از منتظر منجی به نگهبان سامان خویش بدل می‌شوند. به همین دلیل هر ساختار متمرکز از مردم سازمان یافته بیشتر می‌ترسد تا از مردم خشمگین. خشم اگر بی ساختار باشد مصرف میشه، اما مردم هم بسته میتوانند قدرت را مهار کنند. باید این نکته را نیز بی‌پرده دید. هر روایتی که مردم را از ریشه مشکل دور کند به سود ساختار تمام می‌شود. هر روایتی که بگوید همه چیز تقصیر یک چهره بود اما درباره دستگاه خاموش بماند فریب است. هر روایتی که مردم را به دنبال یک ناجی تازه بکشاند بی آنکه از پاسخگویی و پخش قدرت سخن بگوید همان بازی کهنه است. خرد آنجاست که بپرسیم چه کسی تصمیم میگیرد؟ قدرت کجا جمع می شود؟ چه کسی پاسخگو است؟ رسانه به سود چه کسی کار می کند؟ آموزش چه نوع انسانی می پرورد؟ قانون نگهبان مردم است یا نگهبان سلطه؟ و آیا مردم ابزارند یا دارنده حق؟ تا این پرسش ها زنده نشود هیجان هر بار به میدان می آید، قربانی می گیرد، امید می سازد و سرانجام به سود همان ساختار تخلیه می شود. پس راه چیست؟ راه خاموش کردن هیجان نیست. هیجان باید از خواب بیرون بیاید، اما باید با خرد پیوند بخورد. خشم باید به بینش برسد، درد باید به سازمان برسد، فریاد باید به ساختار برسد. جامعه‌ای که تنها خشم دارد بار دیگر بازی داده می شود. جامعه‌ای که تنها حرف دارد اما سامان ندارد بار دیگر زیر دست می رود. و جامعه‌ای که ساختار از پایین نسازد همیشه ساختار از بالا
بر او تحمیل خواهد شد. از این رو سنجش درست این نیست که کدام چهره محبوب تر است. سنجش درست این است که کدام سامان قدرت را پخش می کند، کدام سامان مردم را نیرومند می کند، کدام سامان فرمان روا را مهار می کند و کدام سامان راه بازگشت استبداد را می بندد. پس پاسخ این پرسش که چه چیزی تصمیم میگیرد این است: نه هیجان به تنهایی، نه خرد به تنهایی، بلکه ساختاری که این دو را در خود جای میدهد. اگر ساختار تمرکزگرا باشد، هیجان ابزار استبداد می شود و خرد خدمتکار توجیه آن. اما اگر ساختار بر خودگردانی، پاسخگویی و پخش قدرت استوار شود، هیجان به نیروی بیداری بدل می شود و خرد راهنمای دگرگونی بنیادی. پس مردم ایران پیش از آن که دوباره شیفته چهره ها شوند، باید ساختار را بسنجند. پیش از آن که دنبال نجات دهنده بروند، باید از خود بپرسند: آیا این راه قدرت را از بالا به پایین می آورد یا بار دیگر تنها سوارکار را عوض می کند؟ تا زمانی که این پرسش زنده نشود، نمایش ادامه دارد. صحنه عوض می شود، بازیگران نو می شوند، اما سواری همان سواری است. اما پرسش همچنان باقی است: کدام دستگاه سنجش؟